روز چهارشنبه سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور توسط تلویزیون دولتی این کشور معلومات داد که در جمهوری اسلامی 139 حادثه سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 تصدیق خود را پیدا کرده است و شماره فوتیدگان از این بیماری به 19 نفر برابر شد. همین طریق ایران بزرگترین نقطه سرایت این بیماری در بیرون از قلمرو چین به شمار می رود. کرونا ویروس آخر سال 2019 در چین ظهور نمود و تا امروز در آن کشور کمش 2715 کس از بیماری کووید 19 هلاک شدند. در بسیاری از شهرهای ایران کمبود دوا و نوبت برای ماسک طبی مشاهده می شود. در مورد تهیه ماسک و دوا ضد عفونی کننده ها اینا خب به هر حال کمبود داریم. خب اینم طبیعیه، خب جاهایی که بیشتر درگیرن بردن اونجاها. خب این وضع بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به غضب آورد. حتی بتونن یه سری جاهای این بیماری زیاد شده حتی قرنطینه بکنن خیلی بهتر، یعنی خود ماها باید کمک خودمون هم بکنیم. به نظر من باید یه خود پیشگیریشون زیاد باشه مردم. بعضی ها اصرار می‌ورزند که شماره فوتیده ها به 68 نفر برابر بوده. منصبداران معلومات درباره وضع واقعی سرایت این بیماری را پنهان می‌کنند. پرزیدنت ایران از مردم این کشور دعوت کرد که به وحشت زدگی راه ندهند. یک مصیبتی پیش آمده، یک ویروسی آمده، این ویروس هم الان حدود 40 تا کشور دنیا رو مبتلا کرده، همه جا را مبتلا میکنه. این به هر حال یه جوری است که همه کشورها میره، یعنی یک مسافر بی دعوت و نامیمون برای خودش سفر میکنه، هر جایی میره. خب باید عبور کنیم از این مشکل. ما که نباید از مشکلات بهراسیم. سرایت کرونا ویروس در ایران با وضع ناگوار اقتصادی در این کشور همزمان آمد. سال 2018 ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای کشورهای ابرقدرت عالم با تهران بیرون شده، تحریم‌های اقتصادی ایران را برقرار کرد.